ورسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. شاگردان عزیز، ما شما روز قبلی حدیث نمبر چندم را خواندیم؟ نمبر 7 را خواندیم و عنوان از او یعنی بهترین جایها چی بود؟ مسجدها بود. چی بود؟ بهترین جایها در روی زمین مسجدها بود و بدترین جایها بازارها. امروز ما و شما حدیث نمبر 8 را میخوانیم. چی را میخوانیم؟ حدیث نمبر 8 را میخوانیم که عنوان این حدیث من و شما فضیلت روزه ماه مبارک رمضان است که ما و شما در روز رمضان روزه میگیریم. فضیلت از این چی هست؟ این را از زبان رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم این را میشنویم که قبلا چی گفتند. حضرت ابو هریره رضی الله عنه عن ابی هریره رضی الله عنه ان رسول الله صلی الله علیه و سلم قال من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه متفق علیه. حضرت ابو هریره رضی الله عنه روایت است که رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم ارشاد فرمودند کسی که ماه مبارک رمضان را با یقین کامل، با نیت صاف و با حصول ثواب روزه بگیرد، یعنی که این رقم روزه نگیرد که فرض مثال فقط زبانش روزه باشه بس خلاص، دهنش روزه باشه بس خلاص، اما از زبان همگی در اذیت و آزار باشه. اتو نباشیم ما و شما روزدار باشیم اما زبان ما مردم را چی بکنه؟ اذیت بکنه. خدا نخواسته مردم را آزار و اذیت بدیم، مردم را دشنام و دشنام بزنیم، تا خدا نخواسته دل مردم را برنجانیم. از این روزه ایمان شما کدام فایده نیسته. چی نیسته؟ از این روزه ما شما فایده و کدام ثمره و کدام ثواب این روزه ما شما نمی داشته باشه. ما شما باید روزه که گرفتیم در رمضان، پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم گفت که با یقین کامل. این چی رقم با یقین کامل؟ باید همه وجود من و شما از چشم شروع، زبان، دهن، چشم، دست، بسته بدن و جوارح من و شما باید روزه داشته باشه. هیچ چیز باید به نامحرم نگاه نکنیم. باید دست ما به نامحرم نرسه، دست ما خدا نخواسته به چیز حرام نرسه، پای ما به طرف حرام نروه، زبان ما خدای نخواسته کسی از زبان ما ناراحت نشوه. در رمضان بسیار زیاد متوجه باشیم. اگر میخواهیم که روزه من و شما پیش پروردگار ارزش داشته باشه، قدر داشته باشه، باید ما و شما این چیزهایی که رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم فرمودن باید چی بکنیم؟ باید چی بکنیم؟ احتیاط بکنیم. در روزه گرفتنمون بسیار زیاد محتاط باشیم، احتیاط بکنیم که بسیار خطرناک است. پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم در یک حدیث میفرماید بسیاری از روزدار هاست که روزه میگیرن اما از این روزهشان هیچ ثواب و ثمره نیست مگر چی؟ مگر تشنگی و گرسنگی میکشن، هیچ چیز ثواب نمیگیرن. چرا؟ در روزه که روزه صبحی که روزه امساک میکنن، اینا روزه میگیرن تا عصر، تا وقتی که اینا افطار میکنن، اینا دمی گناه و معصیت و زبانشان چتیات گفتن و لا و لحب و دستشان در حرام، چشمشان در حرام و اینمی باعث میشه که فرض مثال ما و شما روزه من و شما مکروه میشه. کم من قائم لیس له من قیامه الا السحر. پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم میگه بسیاری از شب خیزاست که شب میخیزن نماز تهجد میخوانن اما روزش امید تو به گناه تیر میشه. بسیاری از روزدار هاست که روزه میگیرن، از روزهشان هیچ ثمره و ثواب نیست مگر تشنگی و گرسنگی. اما بسیاری از کسایی که شب خیز هستن، شب تهجد میخوانن اما از این تهجدشان هیچ ثمره و ثواب نیست مگر فقط شبشان روز میکنن بس خلاص، هیچ ثمره و ثواب نداره. چرا؟ روزانه که از دستشان در گناه، چشمشان در گناه، زبانشان در گناه، پایشان در گناه، بسته جوارحشان در گناه آغشته و آلوده میباشند. باید ما و شما بسیار زیاد متوجه باشیم، خصوصا در هر روز بسیار زیاد متوجه باشیم و بالخصوص در روزهای رمضان بسیار زیاد متوجه باشیم که پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم مهربانی کردن
من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. کسی که رمضان را با یقین کامل با حصول ثواب که ما ثواب کمایی بکنم، اجر از پیش پروردگار مزد بگیرم، چه کنه؟ این روزه بسیار چی بگیره؟ با نیت حضور ثواب روزه بگیره. پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و گفتن تمام گناه های گذشته از چی میشه؟ معاف میشه. الله رب العزت و جلال از تمام گناهایی که قبلا کرده یا فرض مثال قبل از رمضان کرده، الله رب العزت و جلال سر ازی قلم عفو کش میکنه. چی میکنه؟ قلم عفو کش میکنه. لذا ما شما خرد و کلان کسایی که روزه میگیریم بسیار زیاد متوجه باشیم که روزه ما خدای نخواسته مکروه نشود، خدای نخواسته روزه نباشه که روز قیامت الله رب العزت این روزه را ثواب ثمره نداده باشه. بسیار زیاد متوجه باشیم، روزه را به بسیار نیت کامل بگیریم، روزه را به بسیار نیت کامل و اخلاص و با دیانت و بسیار به بسیار احتیاط روزه بگیریم. خدا کنه که خسته نشده باشین. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.